جدید کیست؟ در ماه مارس سال 1918 در ارک بخارا برای جلادان مشغولیت زیاد شده بود. این مشغولیت جلادان از روز شنبه 2 مارس همان سال سر شده بود. امیر در جواب طلبنامه قطعی کولساو که برای طلب اصلاحات و تسلیم سلاح از نام جوان بخارایان داده بود، برای کشته محو نمودن جوان فکرانی در درون بخارا بوده و خیرخواهان آنها فرمان داده بود. موافق این فرمان امیر هر روز صدها جوان فکران، خیرخواهان آنان و کسانی که به خیرخواهی آنان شبهناک شدند دستگیر شده در ارک امیر کشته می شدند و هر شب جسد آن کشته شدگان را از شهر به بیرون دروازه کلان بخارا در کل معلوم برده انداخته برای دستگیر شوندگان فردایی در ارک جای خالی می کردند. از بس که 2 مارس تا 5 مارس در بیرون شهر با قواهای شورشگر جنگ دوام داشت، عملداران امیر و ملایان برای به ارک بردن دستگیر شدگان فرصت نیافته بیشترین آنها را در جای دستگیر شدنشان زده می کشتند. گوش و بینی مردگان را می بریدند، چشمانشان را می کافتند، روحاشان را چاک می کردند، شکمهایشان را می کافتند. در اعضای بدن بعضی دستگیر شدگان این عملیات را در حالت زندگی آنها اجرا کرده پس از آن می کشتند که مجروح با عذاب و عقوبت‌های شنیده نشده جان می دادند. بنابراین در اولهای مارس کشته شوندگان در درون ارک محدود بوده، مشغولیت جلادان هم از حد زیاد نبود. در آن روزها جلادان روزانه با کشتن یک چند نفر و شبانه با بار کرده دادن جسد آنها از کار فارغ شده فراغت می کردند. بعد از 5 مارس وقتی که اتریاد کولساو و کیزیل تپه پس نشست و احوال بخارا یک درجه آسوده شد، امیر فرمان برآورده 4 انداخت که در کوچه ها آدم کشته نشود. جدیدانی که دستگیر کرده می شوند به ارک عالی آورده شوند. در اینجا برای سلامتی سر جناب عالی تصدق کرده می شوند. جدید چیست؟ جواب این سوال با تماشابین ما یک درجه معلوم باشد هم، غذا طلبانه‌ای که آن وقت در بخارا گرد آمده بودند از عملداران امیر و ملاهای کلان جدید کیست گفته می پرسیدند. عملداران، محرمان امیر، قاضی، رئیس و دیگر ملاهای کلان بخارا برای جدید را از غیر جدید جدا کرده دستگیر نموده آوردند. با غذا طلبان این گونه تعریف می کردند: هر کسی که گریبان کرتش تگمه‌دار باشد جدید است. هر کسی که در تن خود کمزول داشته باشد جدید است. هر کسی که کمزولی سیاه داشته باشد بدترین جدیدان است. هر کسی که ریشش را قدر کوتاه کرده موی لب‌هایش را درازتر گذاشته باشد جدید است. هر کسی که پسرش را برای خواندن در مکتب‌های نو داده باشد یا اینکه برای خواندن به روسیه و یا به استانبول فرستاده باشد یا که خودش گازیت خوانده باشد یا اینکه از گازیت خوانان آشنایی داشته باشد البته جدید است. اما در جدید بودنی کسانی که قدر زبان روسی را دانند و یا به استانبول رفته آمد باشند هیچ شک و شبهه‌ای نیست. هر کسی این گونه آدمان را جدید میگوید یا اینکه به جدیدی این گونه آدمان شک آرد بیش شک و شبهه جدید است. این است که تعریف پوره‌ای که برای از آدمان دیگر جدا کرده دستگیر نموده کشتن جدیدان در ماه مارس سال 1918 به غذا طلبان بخارا مثل یک دستور عمل داده شده بود. امروز هم یک مانندی با آن زمان است. مثل که صدرالدین عینی گفته است:
اکنون نوبت قلم است.